صبح 5 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیسان ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد زرینه ایدیزاده و قدردین فقیرزاده صحبت تلفنی انجام داد. ضمن صحبت گزارش رئیسان هر دو ناحیه پیش از همه دایر به رفت برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، برقرارسازی خانه و انشاءات ضرردیده و ساختمان منزل‌های نوی زیست برای عائله‌هایی که خانه‌هایشان کاملا ویران شده است شنیده شد. ذکر گردید که کارها طبق سپارش‌های پیشوای ملت در همه سمت‌ها از جمله برطرف‌سازی عاقبت‌های زمین‌جنبی شدید 13 اپریل رخ داده، برقرارسازی خانه‌های مردم و بینای و انشاءات دیگری ضرردیده و هم ساختمان خانه و مؤسسه‌های نو متشکلانه ادامه دارد. رئیسان هر دو ناحیه با عرض سپاس به سرور دولت اطلاع دادند که در پی رسیدن کمک‌های سریع از قبیل خوراکواری، داروواری و دیگر لوازمات طبی، خیمه‌های زیست، مواد ساختمانی و تکنیکای تجهیزات ضروری و با جلب قوه کافی کاری از حساب نژاددهندگان و خدمتچیان حربی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی و دیگر ساختارهای نظامی برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی خوب ادامه دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که کارها با صفت خوب و سرعت بلند به راه مانده شوند و کوشش به خرج باید داد که هرچه زودتر شرایط زیست مردم ضرردیده مهیا گردد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همچنین به جریان کارهای کشاورزی از جمله کشت و کار بهاری توجه ظاهر نموده دایر به متشکلانه سریع وقت و با صفت به راه ماندن کارها و استفاده با ثمر از هر وجب زمین کارم دستور و توصیه ها دادند. تاکید گردید که به کشت کارتاشکا که نان دوم نامیده می شود توجه جدی ظاهر نمایند تا که از آن حاصل فراوان رویانده شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایر به این مسائل همچنین با راهبران چندی از وزارت و اداره‌های دخلدار صحبت تلفنی انجام داده به آنها نیز برای سرعت بخشیدن به کارهای ضروری سپارش‌های مشخص دادند.